درویش کژدمی را می بیند که در آب افتاده است و می خواهد آن را کمک کند. دستش را دراز می کند. کژدم حمله گزیدن می کند. درویش دستش را می گیرد. باز کمک کردنی می شود. کژدم باز حمله می کند. کسی کاج درویش را می بیند و می گوید خوبی کردن می خواهی و آن هم به تو ضرر دادنی هست، پس چرا باز کوشش کمک کردن داری؟ درویش جواب می دهد خصلت کژدم نیش زدن است. خصلت من باشد به مخلوقات رحم کردن و دوست داشتن است. او خصلتش را عوض نمی کند، پس چرا من خصلتم را عوض بکنم؟ پس ما را می باید چون درویش فکر بکنیم تا اینکه خصلت انسانی و مسلمانی خود را به جا بیاریم. دستگیر یکدیگر باشیم گرچند که به ما بدی کنند.